شاید تغییر ذهنیت همون حلقه گم شده‌ایه که سالها دنبالش داریم می‌گردیم. بریم این آزمایش که انجام شده رو اول ببینیم. یک آزمایش علمی جالب انجام دادن. 84 پرسنل تدریسکاری از 7 هتل مختلف انتخاب کردن و اونها رو به 2 دسته مختلف تقسیم کردن. به دسته اول گفتن فعالیتی که شما در طول روز دارید انجام میدین، مثل جارو برقی کشیدن و تمیزکاری و اینها، از نظر پزشکی دقیقاً اون چیزیه که ما به افراد توصیه می‌کنیم که به عنوان ورزش روزانه انجام بدن که سالم بمونن. به دسته دوم هم هیچ چیزی نگفتن، تنها به عنوان یک مرجع مقایسه اونجا بودن و بعد از 4 هفته اومدن تمام اون افراد از نظر وزن، توده، چربی، فشار و تمام معیارهای سلامتی بررسی کردن و دیدن که یک اتفاق بسیار جالب افتاده. اون دسته اول چند کیلو وزنشون کم شده بود، توده چربی بدنشون پایین اومده بود، فشار خونشون هم تنظیم شده بود و بقیه معیارهای سلامتیشون هم بهتر شده بود. درس این داستان چیه؟ چیو میخوام به شما نشون بدم؟ اینه که تا چه اندازه مکالمات درونی ما با خودمون، سیستم‌های اعتقادی و فکری که داریم و ذهنیت‌هایی که نسبت به دنیا داریم میتونه روی ما تاثیرگذار باشه و عملکرد ما رو تغییر بده. من کارنم، محقق و متخصص کسب و کارهای آنلاین. تا آموزشی دیگر، بدرود.